خیلی متشکرم. ممنون برای برنامه‌های خوبتون. خداوند یار و مددگارتون باد. همیشه خداوند در راه حق بگذارتون. خداوند راه اهدی صراط مستقیم را از طریقی شبکه‌های شما بر ما راهنما کند. خیلی از شما متشکرم. سلام، خسته نباشید. من واقعا از شبکه‌تون خیلی خیلی سپاسگزار میکنم. واقعا شبکه‌ای که دید ما رو عوض میکنه، شبکه‌ای که میتونیم جهان اسلام رو از یه نگاه دیگه ببینیم، میتونیم با نصیحت‌های شما، با کارهایی که شما انجام میدین، با روشنفکریتون، همه این چیزا، این بحثاتون که راجع به آخوندهای دیگه پیش میاد یا اتفاق میفته، یه جوری در جهان اسلام رو به روی ماها واضح‌تر و بیشتر نمایان میکنید. من واقعا از صمیم قلبم از شما سپاسگزار میکنم. خیلی ممنونم و خیلی 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 خوشحالم که از این شبکه‌های اسلامی هست که ما بتونیم یه جورایی خودمون رو با جهان اسلام از دید دیگری، از نگاه دیگری بدیم. خیلی خیلی ممنونم. بازم تشکر میکنم. راضی هستم از کردستان. خدا